қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров, тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 99. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه‌های عصر 18 تا میانه‌های عصر 19. عهد سلطنت امیر شاه مراد 1785 1800 در تاریخ سلاله منقیتیه دوره نسبتاً استوار گردیدن امارت به شمار می رود. شاه مراد به مقصد برطرف نمودن نارضایتی عمومی که در وقت حکمرانی پدرش پیدا شده بود، بعضی اصلاحات جاری نمود. وی فقط چنین اندازهای شرعی مانند خراج و زکات را باقی گذاشته، دیگر همه مالیات، باج و جریمه ها را برهم داد. لیکن با عوض این جزیه اندازی از قوم های غیر مسلمان ستانده شونده را خیلی زیاد کرد. با اسکران ماهیانه مقرر نمود. بسیار زمین های وقف را که امیران سابق مصادره کرده بودند دوباره برقرار کرد. به این واسطه او روحانیان اسلام را حامی خود کرده در راه مستحکم نمودن حاکمیت خود از نفوذی در بین عامه مردم داشته آنها ماهرانه استفاده می برد. اصلاحات پوری که او در آغاز جلوس خود گذرانید برای حیات اقتصادی مملکت اهمیت کلان پیدا نمود. خانهای سلاله جانیان و سپس نخستین امیران منقیت سکه های نقره کم ایار برآورده از تفاوت قرب رسمی و عملی این سکه ها فایده زیاد به دست می آوردند. این حالت در نوبت خود معاملات پولی را ویران کرده چون باری گرانی به دوش اهالی می افتاد. شاه مراد اقدام قطعی نمود. شکل ظاهری، حجم و وزن سکه ها را تغییر داده آنها را از نقره پر ایار می برآوردگی شدند. هر کس می توانست به سکه خانه نقره آورده به عوضش حق زرابی را پرداخته پول بگیرد. ظاهراً سکه های کهنه پیش از اصلاحات از اعتبار ساقط کرده شدند. این اصلاحات پولی بر طبق طلبات عینی اقتصادیات به وقوع پیوسته بر رواج و رونق تجارت مساعدت نمود. به شاه مراد لازم آمد که به مقصد افزودن اقتدار حاکمیت مرکزی حاکمان ولایت ها را از کار برکنار کرده حاکمان نو تعیین نماید. به هر شهر و دیه قاضی تعیین کردن را نیز او به تعامل درآورد. مقابلت فیادلان جداگانه در هم شکسته شد. حتی سرکشترین آنها نیز سری اطاعت خم کرد. چنانچه نیازعلی که در وقت دانیال خود را در شهر سبز مستقل اعلان کرده بود اطاعت امیر شاه مراد را قبول نمود. شاه مراد امور محکمه را نیز یک درجه به ترتیب درآورد. خودش رساله راجع به حقوق تألیف نمود که برای قاضی ها همچون دستور خدمت می کرد. در آن زمان قانون جاری گردید که بر طبق آن اگر کسی نسبت به مالکیت جنایت صادر کند صرف نظر از مرتبه های جمعیتی او به سخت‌ترین جزا گرفتار می شد. چون این تدبیرات یک اندازه پیش راه غارت و تاراج های از حد زیاد را گرفته به منفعت طبقه های آسایش طلبی اهالی بود. همه می دانستند که برای راهزنی سر از تن جدا می کنند
برای دزدی دست راست را می برند و غیره. شاه مراد این چاره‌بینی ها را تحت لیوای مبارزه در راه رعایت احکام شریعت عملی نموده، با این بهانه برای مراقبت و محافظت رسم و آیین منصب رئیس را جاری ساخت که او می بایست اجرای تمام فرموده های شریعت را خردگیرانه نظارت می کرد. مستحکم شدن حاکمیت مرکزی باعث تأمین امنیت راهها گردید و این در برابر اصلاحات پول برای رونق تجارت زمینه مساعد فراهم آورد. خواجگی واحه‌های زراعتی خصوصاً وادی زرفشان، اینچنین حوزه دریای امو و قشقدریا دوباره رو به سبزیش نهاد. در بابت افزودن نفوس ناحیه‌های کم آدم چاره‌ها دیده شدند. کانال‌های نوی آبیاری اکنون نه از آن فیادال‌های محلی بلکه ماری پادشاهی محسوب می‌یافتند و از این هم مداخل خزینه دولت می‌افزود. در نتیجه پیشرفت کارهای آبیاری، پروسس بزندگانی مقیمی گذشتن طایفه‌های بادیه‌نشین ازبک در زمین‌های نوآباد قوت گرفت. امیر شاه مراد ریاکارانه قیافه درویش پارسا را به خود گرفته تعصب دینی را رواج می‌داد و از آن به مقصد جاری کردن سیاستش استفاده می‌نمود. او تحت شعار جهاد مقدس بر ضد شیعه ها چندین مرتبه به خراسان لشکر کشید و بسیار محل‌های آن را تاراج نمود. امرای منقیطیه در این لشکرکشی ها هر یک کسی قابل مهنت را از اهالی خراسان اسیر کرده به بخارا می آوردند. به این واسطه بازار غلام فروشی بخارا خیلی اوج گرفت. در آخرهای عصر 18 وقتی که ایران سرگرم جنگ‌های داخلی خود بود، شاه مراد دوباره مرو را اشغال کرد. پس از چندی وی به مقابل برادری خود عمر بی که در مرو حکم رانده برای جدا شدن از بخارا کوشش میکرد داخل محاربه گردید و سربند دریای مرغاب را به کلی ویران نمود. او تدریجاً قسمت زیادی اهالی این واحه را به سمرقند و بخارا کوچانیده در تعمیر خرابه هایی که از جنگ های سابق به عمل آمده بودند استفاده بود. این سیاست پیش گرفته شاه مراد تا اندازه به ترمیم خرابی های وادی زرفشان مخصوصاً اطراف سمرقند و بخارا مساعدت کرد، ولی در عین زمان وی باعث تماماً به خرابزار تبدیل یافتن واحه مرو گردید. شاه مراد یک چند دفعه به طرفهای اوراتیپه لشکر کشید و در این موردها نیز اکثر اهالی قابل مهنت خوجند، اوراتیپه، خواس، زامین و یم را زوراً به سمرقند برده در ساختمان بناها و انشاءاتهای آبیاری استفاده بود. محض با قوه این آدمان در سمرقند 24 مسجد و دیگر عمارت‌های گوناگون ساخته شدند. عمارت بخارا در نیمه اولی عصر 19. پس از فوت شاه مراد، پسرش امیر حیدر 1800-1826 به تخت امارت نشست. وی اکثریت وقت را به مطالعه اثرهای فقه و مناقشه های بی‌معنی شرح و حاشیه ها صرف می کرد. شاید از همین سبب باشد که خود را یکی از علمای زمان پنداشته در مدرسه ارک که با امر او ساخته بودند به درسگویی مشغول شد. چنانچه که در آخر عصر 19 پیرمردانی بخارایی به سیمیانوف حکایت کرده اند. ملا بچه ها را به درس امیر دانشمند به ضرب چوب جمع می نمودند، زیرا کسی با اختیار خود در پیش او درس خواندن نمی خواسته است. این امیر تقوادار
حمایت و طرفداری روحانیان را می جست و پیدا هم کرد. امیر حیدر قرآن را سراپا از بر کرده باشد هم هیچگاه زاهدی ریاضت کش نبود. از 100 کنیزی حرم سرای خود یکی را انتخاب نموده هر ماه همسرش را عوض می کرد. همچنین از بین پیرزنانی کار دیده کسانی مخصوص به هر گوشه و کنار مملکت فرستاده می شدند تا که دخترهای صاحب جمال را پیدا کرده به خدمت امیر آورند. در اولهای حکمرانی امیر حیدر به قشون بخارا میسر گردید که به خیوه ضربه خیلی شدید رساند و از این جانب خوف هجوم دشمن را به بخارا برطرف نماید. لیکن بعدتر به سبب ضعیف گردیدن امارت بخارا خانهای خیوه باز متصل هجوم نموده تا دیواری پایتخت رسیدند. مبارزه با شهر سبز و دولت خانی قوقند خیلی طولانی و طاقت فرسا بود. امیر حیدر در جنگ اوراتیپه غلبه کرده جیزخ و سرگه زرفشان را به قلمرو خود داخل نمود. امیر حیدر را لازم آمد که به طرف حصار هم لشکر کشد. او در اینجا بعضی موفقیت ها به دست آورد. حاکمی حصار که اکنون خسور امیر حیدر گردیده بود عنوان اتاریق را صاحب شد و گاه ها به امیر پیشکش و قوه های حربی می فرستاد. وی عملاً در اکثر کارهای ملکداری با اختیار خود عمل می کرد. میندورف از حکایت های عملداران بخارا در سال 1820 چنین تأثیراتی حاصل نمود که حصار ملکی بسا ثروتمند است. شهر حصار نشیمنگاه حاکم قریب 30,000 عمارت داشت و در وادی شکوفانی دارای زمین‌های حاصلخیز خصوصاً مزرعه‌های فراوان شاری و چراگاه‌های سبز و خرم جای گرفته بود. غیر از این دهنو، قرطاق و ریگر نیز از کلانترین محل‌های اهالی نشین این ملک به شمار می رفتند. حاکمی آبی گرم بعضاً با حاکمی حصار جنگ می کرد. میر عزت الله در سال 1813 وضعیت سیاسی همان قسمت آسیای میانه را که با آن شناسایی داشت به طریق ذیل بیان می نماید. ماورالنهر میان حاکمان جداگانه که پر اقتدارترین آنها پادشاهی بخارا میر حیدر می باشد تقسیم گردیده است. جای دوم را از جهت مقام امیر فرغانه عمر خان می گیرد. سیومی والی اوراتیپه محمود خان است. پس از آنها بی شهر سبز نیاز علی می ایستد. او اسمن تبعه بخارا محسوب یافته اما نمی گذاشت که به نام میر حیدر خود بخوانده و سکه زر کرده شود. سپس میر عزت الله حاکمان حصار، قبادیان و قرغنتیپه را ذکر می نماید. در ساحل چپ دریای امو ملک خوارزم واقع است که حاکم آن محمد رحیم خان می باشد. در بدخشان میر محمد شاه حکمرانی می کند. شغنان هم حاکمی خود را دارد و خاطر نشان می نماید. همه این حاکمان با هم نمی سازند و دائما در جنگ و جدالند. اکثر امرا و اشراف نسبت به امیر حیدر حسی نارضایتی می پروریدند و بر ضد او آشوب می برداشتند. امیر حیدر سیاست پدری خود را در بابت مرکزیت دادن دولت پیش بردن نتوانست. مقاومت فیادلان محلی دوباره قوت گرفت. در نتیجه لشکرکشی های سیرشماری که به مقابل فیادلان اسیانکار و همسایگان خصومت پرور به عمل آورده می شد، اینچنین پرداخت معاشی بیش از 1000 عملدار و ملاهای بیشمار و انعامهای پولی هر ساله اعیان و اشراف احتیاج مادی دولت نیز خیلی زیاد می گردید. محمد یعقوب برادر امیر حیدر نوشته است که در این وقت
خرج امیر 2 برابر از دخل او زیادتر بود. هر سال احوال تا رفت خطرناکتر می شد. این بود که مالیات و خراج‌های بسیار مانند قوشپوری، طنابپوری، علفپوری، یکسری، چوبپوری، میرابانه، کبسن و غیره دوباره جاری گردیده باری گروه‌های استحصال کننده مملکت را وزنین‌تر نمودند. به ضمن این غارتگری هایی که هنگام عملیات حربی به وقوع می آمد به سر مردم مهنتکش محرومیت و مصیبت های زیادی آورده او را باز هم قشاق و بینواتر می گرداند. در ابتدای سالهای 20 تنزل اقتصادی و خرابی سراسر کشور رخ داد. افزودن جبر و ظلم و استبداد باعث سرزدن آشوب‌های نوی خلقی گردید. شورش خطای قیپچاق‌ها که در وادی میانکال سر زده از سال 1821 تا سال 1825 دوام نمود، یکی از تظاهرات همین نوع آشوب‌های خلقی بود. پس از وفات امیر حیدر، پسرش نصرالله 1826-1860 به تخت امارت صاحب گردید. توصیف واضح و واقعی این حکمران به قلم سیمیانوف تعلق دارد. او می نویسد که امیر نصرالله از بالای جسد 2 برادر خود وارثان قانونی سلطنت حسین و عمر گذشته به تخت نشست و در دوام 1 ماه پس از جلوس خود روزی 50-100 کس را به قتل می رسانید. او با غداری و خونخواری فوق العاده فرق می کرد و برای این وی را بخاریان امیر قصاب نامیده بودند. دوره حکمرانی دور و درازش با بدکرداری، قتل و کشتار، خیانت، بیشرفی و حرص و آزی گوش ناشنیده نام برآورد. امیر نصرالله با شهر سبز، اوراتپه، خوقند و خیوه متصل جنگ میکرد. کوشش های او در بابت به هیئت امارت بخارا برگردانیدن ولایت های آن سوی دریای اموکی اکنون به تصرف امیران افغان در آمده بودند نتیجه نبخشید. امیر نصرالله با مقصد انعام زدن به فیادلان داخلی مملکت 1 قطار چاره های نهایت بیرحمانه پیش بینی نمود. حکیم قشبیگی را که در عهد سلطنت پدرش عملاً حکمران امارت محسوب می یافت، اول از حاکمیت دور کرد و سپس به قتل رسانید. حقوق قشبیگی محدود کرده شد. عبدالصمد فارس که به این وظیفه تعیین گردید از طرف اعیان و اشراف قبیله های ازبک پشتیبانی نمیدید و تماماً به میل و التفات امیر وابسته بود. امرا و سران سپاهی که اندکی نارضایتی اظهار کنند و یا میل جداشوی پیدا نمایند کشته یا خود بدرغه نموده مال و ملکشان مصادره کرده می شد. خنیکف که سال 1841 بخارا را دیده بود نوشته است: رحمان بیردی مخصوم ترکمن که از طرف امیر به منصب مهم رئیس یعنی محافظ رسم و عادت و درستی مقیاسی طول و ترازو تعیین شده بود، در کار ریشه‌کن کردن فیادالیسم بخارا یاوری نخستین گردید. عوام را با ضرب چوب جزا داده به دعا و عبادت وادار می کردند. سپاهیان را سر می بریدند و یا مجبور می نمودند که گریخته جان به سلامت برند. خلق به رئیس نفرین می خواند. سپاهیان هم فهمیدند که به تخت کی را نشانده اند، ولی دیگر علاجی نبود. در سال 1837 امیر نصرالله اصلاحات حربی گذرانید. تا این وقت قشون از 2 قسمت عبارت بود: یکی نوکرها که بدون مهلت خدمت می کردند، دیگری قرقچیرق ها که فوجهای غیر منظمی سرشماری را
تشکیل می دادند. غیر از نوکرها شاگرد پیشه ها نیز بودند که خدمت قسم تیاری قشون را ادا کرده سپس به نوکری گذرانیده می شدند. وقتی که نوکرها به یوریش می برآمدند شاگرد پیشه ها در گرنیزان خدمت را دوام می دادند. نوکرها هم در نوبت خود به دو قسم میرگنها و نیزه دستان جدا می شدند. میرگنها با تفنگ و یا کمان، نیزه دستان باشند با نیزه مسلح بودند. سلاح را حکومت می داد. در قلعه ذخیره بارود و تیر موجود بود. قسمی مخصوص را توپ تشکیل می داد که با آن توپچی باشی فرمان فرمایی می کرد. نوکرها و شاگرد پیشه ها تأمینات خود را اساساً به طریق مال، غله و رشقه می گرفتند که از قطعه های معین زمین به اندازه مالیاتی برای خزینه پرداخته شونده رویانیده می شد. کمکی پولی هم می گرفتند ولی خیلی نامرتب. قرچریق ها اکثر وقت بی سلاح بودند. در یکی از فرمانهای امیر حیدر راجع به اشتراک قرچریق ها در یوریش گفته شده بود: اگر سلاح نباشد بگذار بیل و کلند به دست بگیرند. چی نیروی رزماوری داشتنی چونین قشون به شرح و تفصیل احتیاج ندارد. امیر نصرالله به تشکیل قسم کلان حربی منظم سعی نمود. اساس آن از اسیران روس اینچنین از فارس‌ها و دیگران فراهم آمده بود. بتالیون 800 نفره سربازان و قسمتی 250 نفره توپچیان تشکیل یافت. لباسی مخصوصی نظامی جاری کرده شد. همه سربازان با تفنگ‌هایی که از سراسر مملکت جمع کرده و هم مخصوص از خارجه آورانیده بودند مسلح گردیدند. تفنگ آنها نیزه داشت. سلاح توپچیان از تپانچه و شمشیر روسی عبارت بود. سربازان در خانچه های مخصوص برایشان ساخته شده یعنی یک نوع کزرمه ها زندگی کرده همیشه آماده جنگ بودند. در وقتهای آسایشته مشقهای حربی گذرانیده می شدند. سربازان و افسران منتظم مواجب می گرفتند. امیر از این قسم حربی که قوه اساسی ضربه زننده قشون بخارا محسوب می یافت در وقت جنگ به طور وسیع استفاده می نمود ولی در زمان آسایشته از آن می ترسید. این مستبید خونخوار همیشه از هر کس و از هر چیز خوف می برد و در واقع خودش هم زوراً به هلاکت رسانیده شد. از بعضی روایت ها معلوم می شود که زنی با زور گرفتش دختری واری شهری سبز که نگس خانیم هنگام خواب به گوشش سیماب ریخته است. امیر از دردی جانکاه بیدار شده پیش از مرگ فرموده است که آن زن و همه بچه های وی را کشته به چاه پرتایند. پس از فوت امیر نصرالله عنان سلطنت به دست پسر یگانه او مظفر 1860 1885 رسید. داننده معروف تاریخ منقیطیه سیمیانوف نوشته است: پسر و وارث امیر نصرالله مظفر مهری پدر را یگان قدر احساس نمی کرد و امیر نصرالله هیچ نمی خواست که مظفر وارث تخت بخارا گردد. بنابراین پدر صدقاً در نیت کشتن پسرش، این شخصی مثل خود او بیرحم و خونخوار بود، ولی از بس که دیگر پسری عاقل‌تری نداشت خواه و ناخواه این قصد خود را به تأخیر می انداخت. در زمان حکمرانی امیر مظفر آسیای میانه بر روسیه همراه کرده شد. دولت خانی خوقند در نیمه اولی عصر 19
تاریخ خانی خوقند با وجودی به اندازه فراوان موجود بودن منبع‌های معتمد، مدرک‌های مستند و خاطرات سیاحان هنوز به درجه کافی تدقیق نشده است. در عصر 18 فرغانه توسط موقع جغرافی خود نظر به بخارا، خیوه و تاشکند وضعیت افضلیتناکی داشت، زیرا بسیار حادثات خرابی آور از جمله فتوحات نادرشاه تا آنجا اثر نکرده بود. از این رو اهالی فرغانه خیلی افزوده، اقتدار اقتصادی آن زیاد می شد. همین بود که برای تأسیس دولتی مستقل زمینه و امکانیت‌های مساعد مهیا گردید. در این راه قدم نخستین را عالم خان 1800-1810 گذاشت. او به مقصد برآمدن از تابعیت اشراف حربی فئودالی دسته مخصوص نظامی تشکیل نمود که کاملا از تاجیکان کوهستان، دروازی ها، قراتیگینی ها و شغنانی ها فراهم آمده بود. این دسته وضعیت امتیازناک را صاحب گردیده دسته اساسی قشونی از اهالی محلی ازبک تشکیل شده به شمار می رفت. عالم خان در بابت مرکزانیدن دولت جد و جهد بسیاری به خرج داده، هرچند مخالفت دایره های با نفوذ اعیان و اشراف و روحانیان را برطرف کرده نتوانسته باشد هم به هر حال بعضی موفقیت ها را نائل گردید. او حدود دولت خانی را وسیع تر نمود. چون تصرف اوراتیپه برایش میسر نشد، قصور آن را از جای دیگر برآورد. در آخرهای حکمرانیش تاشکند و قبیله های قزاقی همجواری آن را به قلمرو خود داخل کرد. همه این اقدامات عالم خان را برادرش عمر خان 1810-1822 با موفقیت ادامه داد. محض در عهد سلطنت او ساخت مأموری دولت خانی کاملا تشکل یافت. عمر خان با بهانه مستحکم کردن اقتدار طبقه حکمرانی خانی خوقند توانست اختیارات بزرگی را صاحب گردد. جنگی بی‌برار برای اوراتیپه با امارت بخارا دوام می کرد. عمر خان به طرف شمال لشکر کشیده شهر ترکستان و مساحت پهناوری دشت‌های قزاق‌نشین را از بحر ارل تا هفت‌رود اشغال نمود. قلعه های آخمچیت، حالا شهر قزیل ارده، سپس اولیا عطا جنبوری حاضره، بعدتر پیشپیک شهری کنونی فرونزه و غیره ساخته شدند. همین طریقه یک قسم قبیله های قرقیز و قزاق هم به قلمرو خانی خوقند داخل گردید. شما گفتاری 99 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکون شنیدید. عبدالرشید خوجامقلوف خوند. کارگردان شیرعلی نفضلی.